مرکز مطبوعات ملی شهر دوشنبه روز 10 آگوست سال 2022 خبر داد که یک راننده ماشین مرسدس پرینتر برای بی احترامی نسبت به یک پیرمرد بازداشت شده با قرار دادگاه نویه فردوسی به 10 شبانه روز حبس مأموری محکوم شده است. بنا به اطلاع میلیسیا، صحنه 6 آگوست سال جاری در یک قطار شبکه‌های اجتماعی دایر به مناسبت‌های دغلانه با مسافران و با صورت بلند اداره نمودن واسطه نقلیات از جانب راننده ماشین تمغه مرسدس پرینتر رقم قید دولتیش 0654 AB 07 نشر گردید. کاربران عملهای راننده را محکوم نموده از مقامات میلیسیا خواستند که نسبت به او چاره‌های قانونی اندیشند. کارمندان میلیسیا معین کردند که راننده این ماشین شهروند غایبوف نجیب‌الله سال تولدش 1997 ساکن نویه واسی می باشد. همزمان معین کرده شد که رقم‌های قید دولتی 0654 AB 07 که در ماشین مذکور مورد استفاده قرار داشت به دیگر نقلیات تعلق داشته، شهروند غالبوف نجیب‌الله در برابر استفاده رقم‌های قید دولتی بیگانه همزمان به اجازتنامه دخلدار به خدمت رسانی مسافرکشانی مشغول شده است. گفته می شود در اطلاعیه میلیسیا پایتخت تاجیکستان با نظرداشت حالت‌های مذکور نسبت غایبوف نجیب‌الله برای اداره واسطه نقلیات با رقم‌های قید دولتی بیگانه طبق طلبات ماده 313 و برای به اجازتنامه به مسافرکشانی مشغول گردیدن طبق طلبات ماده 510 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل ترتیب داده شده با قرار دادگاه نویه فردوسی او را برای بی احترامی نسبت به مسافران برای 10 شبانه روز به حبس مأموری گرفتند.